در کارخانه واحد دولتی کمونالی خوجندآب و کانال در پرتو انتخابات وکیلان خلق ملاقات برگزار گردید. ذکر شد که مطابق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان انتخابات وکیلان دعوت نو به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و به مجلس‌های وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌ها، شهر دوشنبه، شهرها و انتخابات وکیلان به جماعت‌های دهات و شهرک‌ها 1 مارس سال 2020 به نقشه گرفته شده است. این ششمین انتخابات پارلمانی در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال می باشد. امروز در قلمرو مملکت تمام تدبیرها جهتی در سطح بلند برگزار نمودن این معرکه مهم سیاسی چاره‌های گوناگون راه اندازی می گردند. در ادامه ملاقات استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов شریفجان تاجبایف دایر به مرامهای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و راه تعیین نموده آن معلومات مفصل داد. تاکید گردید که اگر به تاریخ تشکلیابی و گسترده شدن نفوذ حزب مذکور در جامعه نظر افکنیم، بر علا معین می گردد که دوره تشکلیابی حزب محض به فعالیت رهبری فرزند صاحب فطرت تاجیکان امامعلی رحمان راست می‌آید. با انتخاب امامعلی رحمان به صفت رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و رهبری خردمندانه این ابرمرد میدان سیاست، اعتبار حزب، مقام و مرتبه آنهایی که شرف عضویت این نیروی توانای سیاسی را داشتند به مراتب بالا رفت، ذکر گردید در ملاقات. در ادامه گفته شد پوشیدن است که محور فعالیت هر یک تشکیلات یا حرکت سیاسی این فعالیت غایوی آن می باشد. هر یک حزب غایه خود را دارد که با شکل اصول و وسایط و راه‌های گوناگون کوشش می نماید که آن را عملی سازد. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان تحت رهبری امامعلی رحمان توسط تطبیق اجرای خواسته‌های دامنه‌دار و پرثمر خود اثبات نمود که در نظام سیاست جامعه تاجیکستان به یکی از عامل‌های مهم تاثیررسانی سیاسی و نیروی پیشبر جامعه نوین تاجیکان تبدیل یافته است. دیگر از برنامه‌هایی که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در دوران 5 سال اخیر به اعتبار گرفته است بنیاد راه‌ها است. چنانه که ما می‌دانیم وابسته به بنیاد راه علاقه چی در داخل شهر چی در ولایت ما و بیرون از آن بنیاد راه‌ها خیلی وسعت یافته است. خودش همین بنیاد راه دوشنبه، خوجند، چنار گروه آن است که علاقه مردم می توانند به یگان خان ممانعت پگاه از یک شهر به شهر دیگر که تاجیکستان چنانکه که شما میدونید یک کشور کوهستان است، راه هموار خیلی کمتر دارد و همان راه های عقبه ها و راه های کوهی هم امروز خیلی راحت می توانیم ما تا به دوشنبه رسیم. در انجام ملاقات اظهار اطمینان کرده شد که با نتیجه گیری از فعالیت پرثمر و چشمرس حزب مذکور و نظر چند از عالمان و کارشناسان ساحه امروزها می توان خلاصه کرد که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت امامعلی رحمان به سیاست دوربینانه خود بیشتر و پیشتر از جانب قشرهای مختلف جامعه دستگیری عمیق می‌یابد و در معرکه‌های مهم سیاسی در پیش ایستاده جانبداری اکثریت مردم را به دست آورده غالب و پرزور خواهد گردید.